استراتژی اقیانوس آبی. گیلال عبیدی یکی از بنیانگذاران سیرک آفتاب در سال 1984 بود که خیلی زود به میزان درآمدی رسید که برای کسانی مثل برادران رینگلینگ به دست آوردنش بیش از یک قرن طول کشید. حتی با وجود اینکه کسب و کار سیرک مدت‌ها در مسیر تنزل قرار داشت. سیرک آفتاب چطور در چنین شرایط بحرانجی شکوفا شد؟ پاسخش رو میشه در این تئوری پیدا کرد. دنیای کسب و کار از دو نوع بازار تشکیل شده: اقیانوس آبی و قرمز. مفهومی که توسط دو پروفسور به نام‌های دبلیو چانکین و رنی موبور معرفی شد. اقیانوس قرمز نشون دهنده بازار صنایع موجوده که در اون محدودیت بازار و قوانین رقابت به خوبی تعریف شده. شرکت‌ها با هم رقابت دارن، از رقبا سبقت میگیرن و سهم زیادی از تقاضای موجود رو به دست میارن. هرچه این فضا بیشتر اشغال میشه، رقابت شدید بین اونها آب رو خون‌آلود میکنه. اینکه چطور اقیانوس قرمز توسط رقبا اشغال میشه، توسط رقابت یا استراتژی رقابتی تعیین میشه. در مقابل اقیانوس آبی یا استراتژی ایجاد بازار رو داریم. یعنی چطور زمانی که تقاضا ایجاد میشه، بازارهای ناشناخته به وجود بیاریم. تو بعضی از موارد صنایع کاملا جدیدی به وجود میان، اما بیشتر اقیانوس‌های آبی وقتی ایجاد میشن که شرکت تصمیم میگیره که در مرزهای صنایع موجود تغییراتی ایجاد کنه. سیرک آفتاب مرزهای بین تئاتر و سیرک رو کم رنگ کرد. سیرک آفتاب جنبه‌های هنرمندانه و پیچیده‌تری به سیرک اضافه کرد و مشتریان خاص و جدیدی رو به سمت خودش جذب کرد. یعنی بزرگسالانی که حاضر بودن هزینه بیشتری برای چیزی مثل تئاتر یا اپرا بدن. سیرک آفتاب همینطور خیلی از عناصر سنتی سیرکو مثل نمایش پرهزینه حیوانات و شعبده بازی رو حذف کرد. سیرک آفتاب فضایی جدید و پرسود خلق کرد که برخلاف روند معمول با کم شدن هزینه‌ها از کیفیت کار کاسته نشد. سیرک آفتاب به دنبال ایجاد تمایز و هزینه کم بود که کیم و موبور نامش رو نوآوری ارزشی گذاشتن. پیگیری همزمان ارزش و هزینه منطق استراتژی اقیانوس آبیه. بر اساس تحقیقی که روی بیش از 30 صنعت انجام گرفته، شرکت‌هایی که قادر به تولید اقیانوس آبی هستن میتونن به مدت 10 تا 15 سال از مزایای اون بهره ببرن، چرا که برای رقیباشون الگوبرداری از اونها سخت میشه. شرکت‌ها برای درک خاصیت بالقوه اقیانوس آبی مثل سیرک آفتاب باید روند استراتژیک داشته باشن، مرزهای صنعتی رو پشت سر بذارن و فضای جدیدی رو در بازار ایجاد کنن.